23 آگوست سال 2023 تخمیناً ساعت 19:30 راننده автомашین تمغه اوپل استرا خولف قاسم خونویچ سال تولدش 1990 ساکن نویه واسه هنگام حرکت در روی اتومبیلگرد تیمور ملک واسه در حدود جماعت دیوت گلستان نویه مذکور از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد بشیروف خول محمد سال تولدش 1997 ساکن همین نویه رو پخش نموده است. در نتیجه بشیروف جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چهاربینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 37 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده 12 سپتامبر سال 2022 با مصلحت پیشکی با مرد 28 ساله ساکن شهر مذکور با رای فریب به باوری مرد 30 ساله ساکن پایتخت در آمده از او 2 عدد автомашین تمغه مرسدس بنز را به مبلغ 200,000 سومونی و تویوتا کمری را به مبلغ 100,000 سومونی نرخ‌گذاری کرده گرفته مبلغشان را تا حال بر نگردانیده است. ضرری رسانیده شده 300,000 سومونی را تشکیل می‌دهد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه دوستی با عریضه مرد 50 ساله ساکن نویه بلخی مراجعت نموده است که 24 آگوست سال 2023 شخص نامعلوم به طریق پنهانی از زمین‌های خواجگیداری عباد واقع در جماعت دیوت خلیورد نویه بلخی یک سر چهاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 7,000 سومونی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چهاربینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 43 ساله ساکن نویه مذکور با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوی بین حادثه تفتیشات ادامه دارد.